برخیز و اول تو بکش. تاریخچه محرمانه ترورهای هدفمند اسرائیل. نویسنده دکتر رونان برگمن. مترجمان حسین یوسفی و مجتبی طبایی. انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. قسمت ششم، فصل پنجم کتاب. انگار آسمان داشت روی سرمان خراب می شد. صبح 21 جولای 1962 کابوس وحشتناک اسرائیلی ها نمایان شد. روزنامه های مصری از پرتاب آزمایشی و موفقیت آمیز 4 موشک زمین به زمین، 2 موشک جدید زافر و 2 موشک قاهر گزارش دادند. 2 روز بعد در رژه‌ای تشریفاتی کنار رود نیل 10 فروند از هر موشک منقش به پرچم مصر به نمایش درآمد. در میان تماشاگران این رژه 300 دیپلمات خارجی که بسیاری از آنها مقیم قاهره بودند حضور داشتند. جمال عبدالناصر هم از جایگاه ویژه‌ای مقابل ساختمان دولت و نزدیک رود نیل ناظر بر رژه بود. او با غرور اعلام کرد اکنون ارتش مصر قادر است هر نقطه‌ای در جنوب بیروت را هدف قرار دهد. با توجه به اینکه اسرائیل در شمال مصر و جنوب لبنان قرار دارد، منظور عبدالناصر از این عبارت کاملا واضح بود. روز بعد پیغامی عبری از رادیوی مصر پخش شد. صدای صاعقه از مصر واضح‌تر از قبل شنیده می‌شد. گوینده با تفاخر گفت: این موشک‌ها قرار است دروازه‌های آزادی اعراب را بگشایند و بخشی از سرزمین مادری را که به خاطر نقشه‌های صهیونیستی و امپریالیستی دزدیده شده‌اند پس بگیرد. نگرانی عمیق مردم اسرائیل زمانی بیشتر شد که چند هفته بعد مشخص شد گروهی از دانشمندان آلمانی در طراحی و تولید این موشک‌ها نقش اساسی داشتند. جنگ جهانی دوم 17 سال پیش تمام شده بود و آسیب‌ها و تبعات هولوکاست این بار در یونیفرم‌های ورماخت دانشمندان آلمانی به صورت تهدیدی جدید و متفاوت آشکار شد. تسلیحات کشتار جمعی در دستان دشمن بزرگ و جدید اسرائیل یعنی عبدالناصر بود که از نظر اسرائیلی‌ها هیتلر خاورمیانه به حساب می‌آمد. مضمون اخبار رسانه‌های یهودی این بود: آلمانی‌های نازی سابق اکنون در حال کمک به عبدالناصر در پروژه‌های نسل‌کشی و ضد اسرائیلی او هستند. موساد علیرغم دستور کار اصلیش یعنی رصد و حفاظت اسرائیل در برابر تهدیدهای خارجی از این مسائل بیخبر بود. سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل بدون در نظر گرفتن سران نظامی و سیاسی آنها تنها چند روز پیش از تست موشک‌های جدید مصر متوجه پروژه آنها شدند. این مسئله از آسیب پذیری اسرائیل کوچک و شکستی تحقیرآمیز برای موساد هارئیل حکایت داشت. بدتر از همه این که دانشمندان آلمانی طراح موشک‌هایی که می‌توانستند اسرائیل را نابود کنند افراد ناشناس و گمنامی نبودند. آنها تعدادی از رده بالاترین و قدیمی‌ترین مهندسان رژیم نازی بودند. افرادی که در جنگ جهانی دوم در یک پایگاه تحقیقاتی در پیتمونده کار می‌کردند. آنها در ساخت بمب پرنده وی1 که در بمباران انگلیس از آن استفاده شد و موشک بالستیک وی2 که برای تخریب بخش‌های زیادی از آنتورپ بلژیک و لندن استفاده کردند و حالا به عنوان نمونه اولیه موشک‌های سطح به سطح برد بلند محسوب می‌شدند نقش داشتند. آشر بن ناتان مدیر کل وزارت دفاع آن دوران می‌گوید احساس درماندگی کردیم، انگار آسمان داشت روی سرمان خراب می‌شد. بنگوریون بارها درباره یک کابوس که هر شب باعث میشد بیدار بماند صحبت کرده بود و میگفت من به عنوان نخست وزیر بازماندگان یهودیان اروپایی را به اسرائیل آوردم تا در کشور خودشان قربانی هولوکاست دوم شوند. موساد در یک تحقیق داخلی و فوق سری که سال 1982 انجام شد قضیه را به این شکل خلاصه می‌کند: این مسئله یکی از مهمترین و آسیبزاترین وقایع در تاریخ جامعه اطلاعاتی اسرائیل بود، به گونه‌ای که منجر به برخی واکنش‌های زنجیره‌وار و موجب ایجاد تبعاتی جدی و شدید شد.
و به راستی هم تبعات شدید بود. هارئیل موساد را در وضعیت اضطراری قرار داد. فضای بحرانی در همه بخش‌ها و راهروهای موساد حس می‌شد و در پیام‌های تلگرافی و داخلی آن روزها هم مشهود بود. آگوست 1962 دفتر فرماندهی موساد تلگرافی به پایگاه‌های موساد در اروپا فرستاد. ما نیازمند خوراک اطلاعاتی هستیم. هر اتفاقی که می‌خواهد بیفتد. اگر یک آلمانی را پیدا کردید که چیزی در این باره می‌دانست اما حاضر به همکاری نبود، ما آماده ایم به زور از او حرف بکشیم. لطفاً به این مسئله توجه کنید، چون باید به هر قیمتی که شده اطلاعات به دست بیاوریم. نیروهای عملیاتی موساد به سرعت به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های مصر در چند کشور اروپایی نفوذ کردند تا از اسناد و مدارک تصویر تهیه کنند. آنها توانستند یک کارمند سوئیسی را که در دفتر شرکت هواپیمایی مصر در زوریخ کار می‌کرد جذب کنند. این شرکت گاهی به عنوان پوشش برای آژانس‌های اطلاعاتی عبدالناصر فعالیت می‌کرد. این کارمند سوئیسی به نیروهای موساد اجازه داد تا کیسه‌های مرسوله‌های پستی را شب به مکانی امن ببرند. نامه‌ها و بسته‌ها باز و از محتویات و متن آنها عکس گرفته می‌شد. سپس افراد حرفه‌ای نامه‌ها را دوباره می‌بستند بدون اینکه نشانی روی آنها بماند که نشان دهد این نامه‌ها قبلاً دستکاری شده‌اند. پس از این اقدامات نامه‌ها دوباره به دفتر هواپیمایی بازگردانده می‌شد. پس از یک دوره نسبتاً کوتاه، موساد توانست یک سری اطلاعات اولیه درباره پروژه موشک‌های مصر و سران این پروژه به دست آورد. پروژه را دو دانشمند مشهور جهان انجام داده بودند: دکتر یوژین سانگر و ولفگانگ پیلز. آنها در جنگ جهانی دوم نقشی کلیدی در پایگاه تحقیقاتی ارتش نازی در پیتمونده داشتند. سال 1954 آنها به مؤسسه تحقیقاتی فیزیک پیشرانه‌های جت در اشتوتگارت پیوستند. سانگر رئیس این مجموعه معتبر بود. پیلز و دکتر پول گورگ و دکتر هانس کروک، دو نفر دیگر از متخصصان کهنه‌کار ورماخت، رئیس بخش‌های مختلف این مؤسسه بودند. اما این گروه که احساس می‌کردند در آلمان پس از جنگ کارایی ندارند و استفاده چندانی از آنها نمی‌شود، سال 1959 به رژیم مصر نزدیک شدند و پیشنهاد دادند هدایت گروهی از دانشمندان را برای طراحی و تولید راکت‌های سطح به سطح برد بلند بر عهده بگیرند. عبدالناصر با کمال میل با این پیشنهاد موافقت کرد و اسام الدین محمود خلیل، یکی از نزدیکترین مشاوران نظامی خود و مسئول سابق اطلاعات نیروی هوایی و رئیس بخش تحقیق و توسعه ارتش را برای هماهنگی این برنامه منصوب کرد. خلیل مجموعه‌ای چند قسمتی و مجزا از بقیه بخش‌های ارتش مصر برای دانشمندان آلمانی ایجاد کرد. اولین بازدید این دانشمندان آوریل 1960 انجام شد. اواخر سال 1961 سانگر، پیلز و گورک به مصر نقل مکان کردند و حدود 35 نفر از دانشمندان و مهندسان خبره آلمانی هم به آنها پیوستند. تأسیساتی که مصر برای آنها در نظر گرفته بود شامل میادین تست موشک، چند آزمایشگاه و خانه‌های مجلل بود. آنها در مصر از شرایط عالی و حقوق بالایی که داشتند لذت می‌بردند. البته گروک در آلمان ماند و شرکتی به نام اینتراکامرشال تأسیس کرد که در واقع جبهه اروپایی گروه بود. به محض اینکه موساد اطلاعات اولیه‌ای درباره اوضاع به دست آورد، اخبار بدتری به گوش رسید. 16 آگوست 1962 ایسر هارئیل به دیدن بنگوریون رفت. او با خود سندی از مرسوله‌های پستی اطلاعات مصر را به همراه داشت که 2 روز پیش در زوریخ از آنها نسخه برداری شده بود. اسرائیلی‌ها شوکه شدند. این سند یک دستور از سوی پیلز به مدیران پروژه در مصر بود که سال 1962 نوشته شده بود. لیستی از مواد مورد نظر برای تولید 900 موشک که باید در اروپا تهیه می‌شد. این تعداد موشک خیلی زیاد بود. بر اساس یکی از گزارش‌های داخلی موساد، پس از رهگیری این خبر فضایی از ترس و دلهره در موساد حاکم شد.
خبر بدتری که در سند بود و موجب وحشت بیشتر اسرائیلی‌ها شده بود این بود که هدف واقعی مصر تجهیز موشک‌ها به کلاهک‌های رادیواکتیو و شیمیایی است. بنگوریون خواستار برگزاری نشستی اضطراری در عالی‌ترین سطح شد. هارئیل نقشه‌ای داشت. اطلاعات جمع‌آوری شده موساد نشان می‌داد در پروژه موشکی یک پاشنه آژیر وجود دارد. سامانه‌های هدایت و هدفگیری موشک‌ها مشکل داشتند و این بدان معنا بود که این موشک‌ها وارد خط تولید انبوه نخواهند شد. تا زمانی که این مشکل وجود دارد، مصر به دانشمندان آلمانی نیاز خواهد داشت و بدون آنها پروژه بی‌نتیجه خواهد ماند. نقشه هارئیل روبودن و کشتن دانشمندان آلمانی بود. اواخر آگوست هارئیل به اروپا رفت تا نقشه خود را عملیاتی کند. هوا داشت سرد میشد و شواهد حاکی از سردترین زمستانی بود که منطقه تاکنون به خود دیده بود. پس از آنکه همه تلاش‌ها برای پیدا کردن پیلز ناکام ماند، هارئیل تصمیم گرفت علیه گروک اقدام کند. دوشنبه 10 سپتامبر ساعت 5:30 بعد از ظهر فردی که خودش را صلاح قاهر معرفی کرد با منزل گروک در مونیخ تماس گرفت. او گفت از طرف سرهنگ سعید ندیم آجودان ژنرال محمود خلیل تماس می‌گیرد. سرهنگ ندیم می‌خواهد فوراً درباره یک موضوع بسیار مهم با او ملاقات کند. صالح در دوستانه ترین حالت ممکن گفت سرهنگ ندیم سلام می‌رساند و در هتل امبسادور مونیخ منتظر شماست. صالح گفت موضوع ملاقات درباره یک معامله است که سود فراوانی برای گروک خواهد داشت و به خاطر شرایط خاص شرکت اینترا کامرشال نمی شود آنجا درباره این موضوع صحبت کرد. این تماس و پیشنهاد برای گروک غیر عادی به نظر نرسید و دعوت به ملاقات را پذیرفت. صلاح کسی نبود جز عدد، یکی از نیروهای قدیمی موساد. او متولد عراق بود و در نهادهای صهیونیستی مخفی آنجا فعالیت داشت. او سال 1949 پس از اینکه نزدیک بود دستگیر شود به اسرائیل فرار کرد. او دوران تحصیل را در بغداد گذراند و با بچه‌های مسلمان به مدرسه رفت و به راحتی یک عرب به نظر می آمد. سالها به عنوان یک نیروی عملیاتی در موساد علیه اهداف اعراب خدمت کرده بود. گروک با عدد در لابی هتل امبسادور ملاقات کرد. او گفت ما یعنی سرهنگ ندیم و من برای یک کار مهم به شما احتیاج داریم. روز بعد عدد به دفتر شرکت اینترا کامرشال رفت تا گروک را برای ملاقات با سرهنگ ندیم به یک ویلا در خارج شهر ببرد. او گفت من با یک تاکسی رفتم و گروک از دیدن من خوشحال شد و مرا به کارمندان شرکت معرفی کرد. او حتی لحظه‌ای هم شک نکرد که من آن کسی نیستم که خودم را معرفی کردم. جو خوبی بین ما حاکم بود. در خودروی مرسدس گروک نشستیم و در مسیر به تملق و چاپلوسی از او پرداختم و به او گفتم که چگونه ما در اطلاعات مصر قدردان خدمات و کمک‌های او هستیم. او بیشتر درباره مرسدس جدیدی که خریده بود صحبت می‌کرد. آن دو به خانه‌ای که گروک تصور می‌کرد ندیم آنجا منتظر اوست رسیدند. از خودرو پیاده شدند. خانمی در ورودی را باز کرد و آنها داخل شدند. عدد پشت سر او بود. در بسته شد و طبق نقشه عدد وارد خانه نشد. 3 نفر دیگر از نیروهای موساد در اتاق منتظر او بودند. آنها با چند ضربه گروک را بیهوش کردند و دهان و دست و پایش را بستند. وقتی به هوش آمد توسط یک دکتر یهودی فرانسوی معاینه شد. تشخیص دکتر این بود که به او شوک خفیفی وارد شده و توصیه کرد به او داروهای خواب‌آور بدهند. یکی از نیروهای آلمانی تبار موساد به آلمانی به او گفت تو یک زندانی هستی، هر کاری که میگوییم به دقت انجام بده وگرنه کارت را تمام میکنیم. گروک قول داد فرمانبر باشد. او را در یک اتاقک مخفی درون یک ون فولکس واگن قرار دادند. همه افراد تیم همراه ایسر هارئیل که در همه مراحل عملیات حاضر بود با ون و 2 خودروی دیگر به طرف مرز فرانسه حرکت و در میانه جنگلی توقف کردند. هارئیل به گروک گفت می‌خواهیم از مرز عبور کنیم و اگر صدایی از تو در بیاید راننده ون مکانیزمی را فعال می‌کند که مقداری گاز سمی به داخل اتاقک پمپاژ خواهد کرد. وقتی به مارسی رسیدند گروک را که از شدت داروهای خواب‌آور بیحال شده بود
به یک هواپیمای الآل فرستادند. این هواپیما حامل مهاجران یهودی شمال آفریقا به اسرائیل بود. نیروهای موساد به مقامات فرانسوی گفتند او یکی از مهاجران بیمار است. همزمان با این قضیه موساد یک عملیات ضد اطلاعاتی گسترده دیگر انجام داد. آنها فردی شبیه گروک با مدارک و اسنادی به نام او درست کردند که در حال سفر به آمریکای جنوبی بود. موقع رفتن هم یادداشتی گذاشتند که در آن نوشته شده بود گروک پولها را برداشته و از دست مصری‌ها و همکارانشان فرار کرده. موساد هم یک سری اطلاعات غلط به رسانه‌ها داد و گفتند گروک با ژنرال خلیل درگیر شده و ظاهراً نیروهای ژنرال او را روبوده و سپس به قتل رساندند. کروک در یکی از مقرهای سری موساد در اسرائیل زندانی شد و تحت بازجویی‌های شدید و خشن قرار گرفت. بر اساس یکی از گزارش‌های موساد او ابتدا ساکت بود اما خیلی زود شروع به همکاری کرد و اطلاعات زیادی داد. او حافظه خوبی داشت و همه جزئیات سازمانی مدیریتی پروژه موشک را می‌دانست. اسنادی که در کیف همراه او بود هم به درد خورد. پایان گزارش این گونه بود: این داده‌ها ایجاد یک دایره‌المعارف اطلاعاتی را ممکن می‌سازد. کروک حتی داوطلب شد به مونیخ برگردد و آنجا به عنوان جاسوس موساد کار کند. البته در نهایت پس از آنکه بازپرس‌ها به این نتیجه رسیدند که کروک هر چیزی که می‌دانسته به آنها گفته، نمی‌دانستند با او چه کار کنند. واضح بود که موافقت با پیشنهاد او برای بازگشت به مونیخ بسیار خطرناک است، چون ممکن بود به اربابان جدیدش خیانت کند و به پلیس بگوید چگونه اسرائیلی‌ها یک شهروند آلمانی را در خاک این کشور رو بودند. هارئیل راه آسانتر را برگزید. او به یکی از نیروهایش به نام مخفف SG دستور داد کروک را به مکانی متروکه در شمال تل‌آویو بردند و او را کشتند. در نهایت جسد او را با یکی از هواپیماهای نیروی هوایی به دریا انداختند. موفقیت در عملیات کروک موجب شد بنگوریون برای سایر عملیات‌های ترور هدفمند از این دست چراغ سبز نشان دهد. او استفاده از واحد 188 آمان در این عملیات‌ها را مجاز اعلام کرد. واحد 188 یک واحد عملیاتی سری است که نیروهایش با پوشش و هویتی جعلی به عمق خاک کشورهای دشمن نفوذ می‌کنند. مقر فرماندهی این واحد در سارونای تل‌آویو و نزدیک دفتر بنگوریون است. این واحد یک مقر آموزشی در ساحل شمال تل‌آویو دارد که در همسایگی آزمایشگاه تخریب ویژه ناتان روتبرگ واقع شده است. ایسر هارئیل از واحد 188 متنفر بود. از اواسط دهه 50 او سعی می‌کرد بنگوریون را متقاعد کند تا این واحد را به موساد منتقل کند و یا حداقل او را به عنوان مسئول آن واحد بگمارد، اما بنگوریون با مخالفت شدید ارتش درخواست او را رد کرد. رئیس آمان سرلشکر مئیر آمیت مانند هارئیل دانشمندان آلمانی را یک تهدید بزرگ برای اسرائیل نمی‌دانست. البته به خاطر رقابت‌های درون سازمانی با موساد او درخواست کرد به واحد 188 اجازه داده شود علیه دانشمندان آلمانی اقدام کند. او می گفت ما نباید آنها را نادیده بگیریم. ما باید آتش آنها را در نطفه خفه کنیم. به همین دلیل رقابت تنگاتنگی بین موساد و واحد 188 برای کشتن آلمانی‌های بیشتر آغاز شد. آن زمان یکی از نیروهای کهنه‌کار واحد 188 به نام او ولفگانگ لوتز در مصر تحت پوشش و هویت جعلی مشغول فعالیت بود. لوتز از پدری غیر یهودی و مادری یهودی و ختنه نکرده بود و کاملا مثل یک آلمانی اصیل و متعارف به نظر می رسید. به همین دلیل بهترین گزینه برای این کار بود. او یک داستان جعلی سرهم کرد و خود را به عنوان یکی از افسران سابق ورماخت در سپاه آفریقا جا زد. افسری که حالا به کار پرورش اسب مشغول است و به مصر آمده تا یک مزرعه پرورش اسب را بیاندازد.
لوتس که بازیگر مستعدی بود در مدت کوتاهی به یکی از اعضای اصلی حلقه اجتماع آلمانی‌های مقیم قاهره تبدیل شد. البته او نمی‌توانست مستقیم در عملیات ترور آلمانی‌ها شرکت کند، چون بیم آن می‌رفت که هویت واقعیش فاش شود. یوسف یاریف مسئول واحد 188 به این نتیجه رسید بهترین راه سر به نیست کردن دانشمندان آلمانی استفاده از بسته‌های انفجاری است. یاریف به ناتان روتبرگ دستور داد بمب‌ها را آماده کند. اتفاقاً آن روزها روتبرگ مشغول کار بر روی یک بمب جدید، یعنی صفحات نازک و منعطف انفجاری بود. صفحات انفجاری که برای اهداف غیر نظامی طراحی و هنگام انفجار با 2 قطعه فولادی ترکیب میشد. روتبرگ توضیح داد ما باید سیستمی طراحی می‌کردیم که هنگام جابجایی نامه‌ها در سامانه پست غیر مسلح و ایمن باقی بماند، یعنی با تکان خوردن و جابجا شدن منفجر نشود و سپس در زمان مقرر منفجر شوند. بنابراین مکانیزم بسته‌های انفجاری اینگونه بود که بمب زمانی منفجر شود که محتویات بسته بیرون کشیده می‌شود، نه زمانی که بسته باز می‌شود. با همکاری سرویس اطلاعات فرانسه، تحقیق و توسعه برای تبادل اطلاعات به دست آمده از طریق لوتس درباره فعالیت‌های مخفیانه جبهه ملی آزادی بخش الجزایر در قاهره انجام شد. واحد 188 هم به فرانسوی‌ها کمک کرد بسته‌های انفجاری را به قاهره قاچاق کنند تا در ترور اعضای جبهه ملی استفاده شوند. آلویس برونر اولین هدفی بود که قرار شد نامه انفجاری برایش ارسال شود. او یکی از جنایتکاران جنگی حزب نازی و معاون آدولف آیشمن و فرمانده اردوگاه کار اجباری نازی‌ها در فرانسه بود که 130,000 یهودی را به کام مرگ کشانده بود. واحد 188 مکان او را در دمشق پیدا کرد. او 8 سال در دمشق با هویتی جعلی مشغول زندگی بود. کشورهای عربی به تعدادی از جنایتکاران جنگی نازی پناه داده بودند و در ازای این کار از آنها خدماتی دریافت می‌کردند. برونر به آموزش واحدهای شکنجه و بازجویی سرویس‌های مخفی سوریه کمک کرده بود. او با کمک الی کوهن یکی از نیروهای رده بالای واحد 188 ردیابی شد. الی کوهن در نهادهای دفاعی و رده بالای سوریه نفوذ کرده بود. پس از اینکه بنگوریون اجازه قتل برونر را صادر کرد، یاریف تصمیم گرفت یکی از صفحات انفجاری روتبرگ را روی نازی‌ها امتحان کند. روتبرگ گفت ما یک هدیه کوچک برای او فرستادیم. 13 سپتامبر 1962 برونر یک بسته بزرگ در دمشق دریافت کرد و پس از باز کردن آن منفجر شد. او از ناحیه صورت به شدت آسیب دید و چشم چپش را از دست داد، اما زنده ماند. با این وجود واحد 188 هنوز مشتاق استفاده از بسته‌های انفجاری برای دانشمندان آلمانی بود. موساد به این قضیه اعتراض کرد. رافی ایتان گفت من مخالف هر اقدامی که تحت کنترلم نباشد هستم. ممکن است پستچی یا یک کودک بسته را باز کند. چه کسی چنین کارهایی را می کند؟ در عمل دسترسی به آلمانی‌ها در مصر بسیار دشوار شد، چون آنها دیگر شخصاً نامه‌ها و بسته‌های پستی را دریافت و باز نمی‌کردند. اطلاعات مصر و پرسنل آن در دفاتر هواپیمایی مصر تمامی نامه‌های مرتبط با پروژه را جمع‌آوری می‌کردند و سپس به قاهره می‌فرستادند. بنابراین تصمیم گرفته شد تا شبانه به دفتر هواپیمایی نفوذ کنند و بسته‌های انفجاری را داخل کیسه‌های حمل مرسوله‌های پستی بگذارند. در روش جدید قفل‌ها با استفاده از یک شاه کلید پیچیده که در کارگاه‌های موساد تهیه شده بود باز می‌شد. نیروهای موساد که کمککار واحد 188 بودند توانستند 16 نوامبر وارد دفتر هواپیمایی مصر در فرانکفورت شوند. متخصص قفل بازکن پشت یکی از نیروهای زن پنهان شده بود. این دو نفر مانند یک زوج عاشق پیشه مقابل در دفتر هواپیمایی به هم تکیه کرده بودند. گروه وارد دفتر شد، اما نتوانست کیسه مرسولها را پیدا کند. شب بعد دوباره تلاش کردند. هنگامی که مشغول باز کردن قفل بودند، ناگهان سر و کله نگهبان مست پیدا شد.
این بار زنی همراه گروه نبود. به همین دلیل 2 نفر از آنها وانمود کردند همجنس باز و مشغول روابط جنسی هستند. آنها بدون که نگهبان مست به آنها شک کند موفق به فرار شدند. شب بعد دوباره تلاش کردند و موفق شدند بدون دردسر وارد شوند. کیسه نامه‌هایی که قرار بود به مصر ارسال شوند روی یکی از میزها بود. گروه بسته‌های انفجاری را در کیسه‌ها قرار داد. پیلز به عنوان هدف اصلی انتخاب شده بود. اطلاعات جمع‌آوری شده درباره او حاکی از این بود که می‌خواهد از همسرش جدا شود و با منشیش هانلور ونده ازدواج کند. همسر او در برلین زندگی می‌کرد، اما یک وکیل از هامبورگ گرفته بود. بنابراین نامه انفجاری که قرار بود برای پیلز ارسال شود طوری طراحی شد که انگار از طرف وکیل و با مهر و آدرس اوست. در گزارش نهایی عملیات آمده است تصور طراحان عملیات این بود که نامه را ونده باز نخواهد کرد. او نامه را به پیلز خواهد داد تا خودش باز کند. اما تصور طراحان عملیات اشتباه بود. ونده نامه را 27 نوامبر دریافت و ظاهراً تصور کرد که اهمیت نامه برای زندگی او کمتر از زندگی پیلز نیست. او نامه را باز کرد و نامه در دستان او منفجر شد. او چند انگشت خود را از دست داد. یکی از چشمانش نابینا شد و چشم دیگرش آسیب دید و تعدادی از دندانهایش هم شکست. مقامات مصری فوراً متوجه شدند قضیه چیست و از آن به بعد بسته‌های انفجاری را با دستگاه اشعه ایکس چک می‌کردند. سپس آنها را برای بررسی و خنثی‌سازی به متخصصان سرویس اطلاعاتی شوروی در قاهره تحویل می‌دادند. بسته‌های انفجاری قاهره دانشمندان و خانواده‌های آنها را وحشت زده کرد، اما باعث نشد هیچ کدام از آنها مشاغل بی‌دردسر و پردرآمد خود را رها کنند. در عوض اطلاعات مصر یکی از افسران اطلاعاتی و با تجربه آلمانی را استخدام کرد. هرمان آدولف والنتین از اعضای سابق SS. او از دفاتر شرکت اینترا کامرشال و کارپردازان مختلف پروژه بازدید و به آنها توصیه کرد جوانب احتیاط و مسائل امنیتی را رعایت، قفل‌های درها را عوض و امنیت ارسال و انتقال مرسوله‌های پستی را فراهم کنند. همچنین به بررسی سوابق برخی از کارمندان پرداخت. دکتر هانس کلاین واختر و آزمایشگاه او در شهر لورش هدف بعدی در لیست هارئیل بود. او برای طراحی سامانه هدایت موشک‌ها استخدام شده بود. هارئیل واحد تزیپوریم، واحد عملیاتی شینبت را که مورد استفاده مشترک موساد هم بود، با دستور آغاز طراحی عملیات خارپشت علیه کلاین واختر به اروپا فرستاد. دستورات هارئیل صریح و روشن بود. کلاین واختر باید روبوده و به اسرائیل آورده شود. اگر نشد او را بکشید. هارئیل علیرغم میلش شعبه سازمان خود را در شهر مولوز فرانسه برپا کرد. رافیعیتان فرمانده واحد تزیپوریم میگوید اواسط زمستانیم، برف وحشتناکی میبارد، سرما استخوانسوز است و دمای بیرون حدود 20 درجه زیر صفر. ایسر به شدت عصبانی و ساکن مهمانخانه‌ای آن سوی رود راین در فرانسه است. او تعدادی عکس به من نشان میدهد و میگوید هدف این است، برو و او را بکش. نیروهای واحد تزیپوریم پس از انجام چند عملیات مرتبط با دانشمندان آلمانی در ماه‌های اخیر و پشتیبانی از واحد 188 هسته و تحلیل رفته بودند. سرانجام ایتان به هارئیل گفت به نظرش اوضاع برای انجام ترورهای هدفمند مساعد نیست. او گفت ما باید کمی صبر می‌کردیم و خودمان نقشه‌ای می‌کشیدیم. به هارئیل گفتم 1 ماه به من وقت بده. من مأموریت را انجام می‌دهم و هیچ کس هم نخواهد فهمید که آنجا بودیم. اما هارئیل به این حرفها توجهی نکرد. 21 ژانویه او واحد تزیپوریم را ترخیص کرد و واحد میفراتز به فرماندهی اسحاق شامیر را برای سربنیز کردن کلاین واختر فراخواند. آن چیزی که هارئیل نمیدانست این بود که والنتین فهمیده بود کلاین واختر هدف بعدی موساد خواهد بود. او یک سری صحبت‌های توجیهی با کلاین واختر داشت و مقرر کرد همواره یک تیم اسکورت همراه او باشد. 1 هفت‌تیر از ارتش مصر هم به او داد. 20 فوریه ماموران موساد کلاین واختر را دیدند که تنها در جاده لورش به بازل رانندگی می‌کند. آنها تصمیم گرفتند وقتی برگشت او را بکشند.
شامیر که همراه هارئیل فرماندهی عملیات را به عهده داشت، مأموریت تیراندازی به کلاینواختر را به یکی از نیروهای آدمکش و آموزش دیده سابق ایرگون به نام آکیوا کوهن محول کرد. هارئیل زوی آهارونی آلمانی تبار را هم با او فرستاد. آنها شب منتظر ماندند تا هدف برگردد، اما پیدایش نشد و تصمیم گرفتند عملیات را لغو کنند. اما کمی بعد همه چیز خراب شد. کلاینواختر برگشت و ناگهان با عجله و ناشیانه دستور اجرای عملیات صادر شد. خودروی نیروهای میفارتز راه را بر خودروی کلاینواختر بست، اما هر دو خودرو در جاده باریک طوری متوقف شده بودند که پس از انجام عملیات مانع فرار نیروهای موساد شد. آهارونی از خودرو پیاده شد و طوری به سمت کلاینواختر رفت که انگار می‌خواهد از او آدرس بپرسد. هدف این بود که واختر شیشه اتومبیل را پایین بکشد. کلاین شیشه را پایین کشید. کوهن از پشت سر آهارونی ظاهر شد. اسلحه‌اش را بیرون کشید و از طرف پنجره باز به سمت واختر نشانه گرفت و شلیک کرد. اما تیر به شیشه خورد و شکست. او بار دیگر تیراندازی کرد، اما تیر این بار هم خطا رفت و به شال گردن کلاینواختر خورد. به دلایلی نامعلوم اسلحه دیگر شلیک نکرد. یک فرضیه این است که شاید فنر اسلحه شکسته بود. فرضیه دیگر معیوب بودن فشنگ یا گشادی و لغو بودن خشاب را مطرح می‌کند. آهارونی که دید نقشه خراب شد، خطاب به بقیه فریاد زد: فرار کنید. آنها نمی‌توانستند از خودروهایشان استفاده کنند. به همین دلیل هر کدام به یک سو دویدند و سعی کردند به سمت خودروهای فرار که منتظرشان بود بروند. کلاینواختر اسلحه خود را بیرون کشید و شروع به تیراندازی به سمت اسرائیلی‌های در حال فرار کرد. او نتوانست هیچ کدام از آنها را بزند، اما در مجموع عملیات یک شکست شرم‌آور بود. هارئیل پس از این قضیه یک سری عملیات با هدف ارعاب دانشمندان و خانواده‌های آنها انجام داد. این اقدامات شامل ارسال نامه‌های ناشناس بود که آنها را تهدید به قتل می‌کرد و شامل اطلاعات زیادی درباره آنها بود. همچنین نیمه‌های شب حضوری یا ناشناس به آنها هشدارهای مشابهی می‌دادند. این عملیات‌ها هم ناکام ماند، به ویژه وقتی که پلیس سوئیس جوزف بنگال یکی از نیروهای موساد را پس از اینکه هایدی دختر پروفسور گورگ را تهدید کرده بود بازداشت کرد. او به آلمان منتقل شد، در آنجا مجرم شناخته و به مدتی حبس محکوم شد. نیروهای موساد که در جلسات دادگاه شرکت می‌کردند تجربه خوبی از رصد وقایع نداشتند، چون افسر امنیت پروژه موشک‌ها یعنی هرمان والنتین دروش هیکل هم با لبخندی خودخواهانه در جلسات شرکت می‌کرد و حتی سعی نمی‌کرد اسلحه خود را پنهان کند. بهار 1963 فرا رسید و اقدامات هارئیل نتوانست فرایند پیشرفت پروژه موشک‌های مصری را که می‌توانست اسرائیل را نابود کند کند یا متوقف کند. هارئیل شروع به ارائه یک سری داستان به رسانه‌ها درباره سلاح ساختن نازی‌ها برای اعراب جهت کشتن یهودیان کرد. برخی از آن داستان‌ها راست بود، برخی جنبه تزیینی داشت و برخی دیگر هم کاملا دروغ بود، مانند اینکه آلمانی‌ها در حال کمک به مصری‌ها برای ساختن بمب اتم و لیزرهای مرگبار هستند. هارئیل کاملا مطمئن شده بود دانشمندان آلمانی نازی‌هایی بودند که هنوز مصمم به تکمیل راه حل نهایی هیتلر هستند. مقامات آلمانی از اقدامات آنها اطلاع داشتند، اما هیچ کاری برای متوقف کردن آنها انجام نمی‌دادند. واقعیت این بود که دانشمندان آلمانی که به زندگی خوب در دوران رایش سوم عادت کرده و با سقوط آن بیکار شده بودند، اکنون سعی می‌کردند از طریق مصری‌ها به آسانی پول به دست بیاورند. اما هارئیل پشت وسواس‌های فکری خود بار کل سازمان و در واقع بار کل کشور را به دوش می‌کشید. هارئیل برای اثبات ادعاهای خود اطلاعات جمع‌آوری شده در قاهره درباره دکتر هانس آیزل مشهور به قصاب بوخنوالد را که در اقدامات مخوف علیه اسرای یهودی نقش داشت ارائه کرد. او به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شد و پس از چند نوبت دادگاه و تجدید نظر به 10 سال حبس محکوم شده و با اتمام محکومیت‌های خود به مصر گریخته بود و آنجا به دکتر دانشمندان آلمانی تبدیل شده بود. هارئیل به چند نفر دیگر از نازی‌های در مصر اشاره کرد که البته هیچ کدام از آنها از اعضای گروه دانشمندان موشکی نبودند. هدف او این بود که آشکارا آلمانی‌ها را بدنام و از آنها انتقاد کند، آلمانی‌هایی که اسرائیل با آنها رابطه داشتند. موضوعی بود که موجب ایجاد منازعات داخلی در اسرائیل شد.
میانه‌روهای مانند بنگوریون و معاون ارشد او شیمون پرز معتقد بودند هنگامی که ایالات متحده به ارائه کمک‌های مالی و نظامی مورد درخواست اسرائیل تمایلی ندارد، اسرائیل نمی‌تواند دریافت کمک از دولت آلمان غربی را نادیده بگیرد. آن هم در شرایطی که آلمان غربی در توافقاتی متعهد به پرداخت غرامت‌های جنگی و فروختن سلاح به اسرائیل با قیمت کمتر شده بود. از دیگر سوی افراد سرسختی مانند گولدا مایر و خود هارئیل این تفکر را که جمهوری فدرال آلمان کشوری جدید و متفاوت از آلمان سابق است رد می‌کردند. بقیه آنها در تاریخ لکه ننگ همیشگی برای آلمانی‌ها ثبت شده است. هارئیل کمیته ویراستاران، نهاد منحصر به فرد اسرائیل را که شامل ویراستاران ارشد رسانه‌های مکتوب و رادیو و تلویزیون میشد و به درخواست دولت مواردی را در اخبار منتشر سانسور می‌کردند فراخواند. هارئیل از آنها خواست 3 روزنامه‌نگار در اختیار او بگذارند تا او آنها را به استخدام موساد در بیاورد. آنها با هزینه موساد به اروپا اعزام شدند تا درباره شرکت‌هایی که برای پروژه مصری‌ها تجهیزات و لوازم خریداری می‌کردند اطلاعات جمع‌آوری کنند. هارئیل مدعی بود بنا به دلایل عملیاتی به روزنامه‌نگاران احتیاج دارد، اما واقعیت این بود که او می‌خواست با استفاده از آنها و اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنند اطلاعاتی را که از قبل داشت در رسانه‌های اسرائیلی و خارجی پخش کند و گزارش‌هایی در روزنامه‌ها چاپ شود تا فضای مناسب با اهداف مد نظرش ایجاد شود. داستان‌هایی که هارئیل به خورد رسانه‌ها میداد قوقایی ایجاد کرد و باعث افزایش احساس ترس و دلهره میان اسرائیلی‌ها شد. بنگوریون سعی کرد هارئیل را آرام کند، اما فایده‌ای نداشت. آموس مانور رئیس وقت شین بت میگوید به نظر من او آدم خیلی عاقلی نبود. اقدامات او چیزی خیلی فراتر از وسواس فکری بود. شما نمی‌توانستید درباره آن مسائل با او بحث منطقی داشته باشید. این مسئله در نهایت مانند بیشتر وسواس‌ها به نابودی هارئیل منجر شد. تمایل او به جلب توجه عمومی، قصه‌هایش به روزنامه‌ها درباره قیام دوباره عاشقان هیتلر و مانند آن موجب ضربه شدید به بنگوریون شد. او به خاطر تلاش ناکافی برای پایان دادن به خطر دانشمندان آلمانی مشغول به کار در مصر، خطری که شهروندان اسرائیلی آن را خطری آشکارا علیه موجودیت خود می‌دانستند، مورد حمله قرار گرفت. همچنین بنگوریون به خاطر مصالحه با آلمان غربی که اکنون به نظر می‌رسید حداقل غیر مستقیم عهدهدار اجرای نسخه جدیدی از راه حل نهایی هیتلر است، مورد حمله و انتقاد قرار گرفت. 25 مارس 1963 بنگوریون هارئیل را به دفتر خود فراخواند و از او درباره برخی اقدامات و سخنانش بدون تایید نخست وزیر در رسانه‌های محلی و بین‌المللی توضیح خواست. گفتگوی آنها به مشاجره‌ای تند درباره سیاست دولت اسرائیل در قبال آلمان تبدیل شد. بنگوریون به هارئیل یادآوری کرد که او باید سیاست‌های دولت را اجرا کند، نه اینکه سیاست‌های مد نظر خودش را دنبال کند. هارئیل از ملامت‌ها و سرزنش‌های بنگوریون دلخور شد و استعفای خود را تقدیم او کرد. او مطمئن بود بنگوریون بدون او نمی‌تواند کار کند و از او خواهش خواهد کرد که بماند. اما بنگوریون طور دیگری فکر می‌کرد. او فوراً با استعفای هارئیل موافقت کرد. دوران خدمت درخشان هارئیل با سقوط و شکست مطلق به پایان رسید و مییر آمیت رئیس آمان خیلی زود جایگزین او شد. اما دیگر برای بنگوریون خیلی دیر شده بود. عملیات هارئیل علیه دانشمندان آلمانی به بهانه خوبی در دست رهبر مخالفانش یعنی مناخیم بگین تبدیل شده بود. کسی که لحظه حمله‌های خود علیه بنگوریون را کم نکرد. بنگوریون حتی درون حزب خود، حزب ماپای هم به نقطه جوش رسیده بود. او دائما با گولدا مئیر حامی اصلی هارئیل بحث می‌کرد. کمتر از 2 ماه پس از استعفای هارئیل، بنگوریون متوجه شد حتی حمایت همحزبی‌های خود را هم از دست داده است. به همین دلیل استعفا داد و لوی اشکول جانشین او شد.
در همین ایام مصر مشغول رفع اشکال سامانه هدایت موشک‌هایی بود که می‌توانست صدمات شدیدی به اسرائیل وارد کند. مئیر آمیت ریاست موساد را در آن شرایط آشفته بر عهده گرفت. او یکی از فرماندهان جوان و باهوش ارتش اسرائیل و از طراحان عملیات صحرای سینا در سال 1956 بود که موجب پیشرفت سران اطلاعات نظامی در چند نسل شد. موساد به شدت دلسرد و بی‌انگیزه شده بود. در 9 ماهی که از اعلام مصری‌ها مبنی بر آزمایش 4 موشک خود می‌گذشت، اسرائیلی‌ها اطلاعات ارزشمند اندکی درباره برنامه موشکی مصری‌ها به دست آورده بودند. هر اقدامی هم که آمان و موساد برای ممانعت از این برنامه انجام داده بودند با شکست مواجه شده بود. تحت فشار قرار دادن آلمان چه از طریق اقدامات هارئیل درباره رسانه‌ها و چه از طریق سخنرانی‌های آتشین گلدا مئیر در کنست هیچ تغییری ایجاد نکرد. نامه‌های شدیداللحن اشکول به کنراد آدوناور صدر اعظم آلمان با درخواستی مبنی بر اقدام فوری برای بازگرداندن دانشمندان آلمانی از مصر هم نتیجه‌ای نداشت. هنگامی که دیپلمات‌های اسرائیلی درباره این قضیه به وزارت خارجه در اورشلیم گزارش دادند، تنها فرضیه آنها این بود که آدوناور و رهبران آلمان درگیر مسائل مهمتری مانند مدیریت جنگ سرد در دوره پس از بحران موشکی کوبا هستند. آمیت بازسازی موساد را آغاز کرد و به تقویت آن با بهترین کادری که از آمان می‌شناخت پرداخت. به محض اینکه به ریاست موساد رسید، دستور داد هر موضوع نامربوطی از نظر او متوقف شود. او هزینه‌های تخصیص یافته برای جستجو و قتل نازی‌ها را به شدت کاهش داد، با این توجیه که این اقدام به خاطر اولویت بندی‌های کارهاست. پیش از هر کار دیگری امروز ما باید درباره دشمنان دولت اسرائیل اطلاعات ارائه کنیم. آمیت می‌دانست که نیازمند تغییر تاکتیکی است و موساد باید رویکرد خود درباره معضل موشک‌های مصری را تغییر دهد. بنابراین اولین دستور او تغییر تاکتیک از ترورهای هدفمند به تمرکز منابع و نیروها برای پی بردن دقیق به آنچه در پروژه موشکی مصر می‌گذرد بود. البته او با بقیه مقامات سازمان و خارج از حلقه مخفیانه نسخه خودش را از نقشه ترورهای هدفمند دانشمندان آلمانی تهیه کرد. کادر عملیاتی موساد دنبال پیدا کردن راههایی برای ارسال بسته‌های انفجاری از مصر بودند تا بتوانند زمان بین ارسال بسته و باز کردن آن را کاهش دهند. آنها روش مورد نظر خود را علیه هدفی نسبتاً آسانتر یعنی دکتر هانس آیزل امتحان کردند. 25 سپتامبر انفجاری در دفتر پست المعادی واقع در یکی از محله‌های اعیان نشین قاهره رخ داد. انفجار مربوط به نامه انفجاری برای دکتر کارل دبوش به نام مستعار آیزل بود. نامه در دست یکی از کارکنان پست منفجر شد و او را نابینا کرد. شکست در این عملیات آمیت را متقاعد کرد که ترورهای هدفمند باید خیلی محدود استفاده شود. اگر بناس ترورهای هدفمند آخرین راهکار باشد، حداقل باید پس از بررسی و برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام شود تا با شکست‌های مفتضحانه مواجه نشود. با این حال او به موساد دستور داد چنانچه تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز مسئله نتیجه نداشت، نقشه‌هایی برای تیراندازی، انفجار و مسموم کردن دانشمندان آلمانی آماده کنند. آمیت دستور داد نفوذ به دفاتر مرتبط با پروژه موشکی در آلمان و مصر افزایش پیدا کند و هرچه می‌توانند از اسرار و مدارک تصویر و کپی تهیه کنند. این عملیات‌ها فوق‌العاده پیچیده بودند. این دفاتر از سوی نیروهای اطلاعات مصر و نیروهای والنتین به خوبی محافظت می‌شد و در قلب شهرهای پرجمعیت کشورهای اروپایی قرار داشتند. کشورهایی که در آنها قوانین سفت و سختی برای جاسوسی وجود داشت. نیروهای موساد به سفارتخانه‌های مصر دستبرد می‌زدند. مصری‌ها ساختمانی در کلن خریدند. دفتر شرکت اینترا کامرشال هم در مونیخ قرار داشت. از آگوست 1964 تا دسامبر 1966 نیروهای موساد حداقل 56 بار به دفتر شرکت هواپیمایی مصر در فرانکفورت نفوذ کردند. تنها تا پایان سال 1964 از 30,000 سند عکس برداری شد. اطلاعات به دست آمده از این نفوذها مهم بودند اما کافی نبودند. موساد باید یک نفر را از داخل پروژه موشکی به خدمت می گرفت.
این وظیفه خطیر به شاخه‌ای به نام تزومت محول شد. شاخه‌ای که بعداً به مهمترین شاخه موساد تبدیل شد که مسئولیت جذب بدنه اطلاعاتی سازمان را بر عهده داشت. برخلاف فیلم‌های هالیوودی و رمان‌های عامیانه، بیشتر این اطلاعات را کارکنان موسادی که در سایه و تاریکی حرکت می‌کردند جمع‌آوری نکردند، بلکه از سوی اتباع خارجی در کشور خودشان جمع‌آوری می‌شد. به آن دسته از افسران موساد که کارشان جذب و به کارگیری این منابع اطلاعاتی است، افسران جمع‌آوری می‌گویند. این افسران روانشناسانی خبره هستند که می‌دانند چگونه یک فرد را متقاعد کنند تا به هر کس و هر چیزی که به آنها ایمان دارد خیانت کنند. خیانت به دوستان، خانواده، به سازمان و به وطن خود. با وجود این، آنها موفق نشدند روی فردی نزدیک به برنامه موشکی مصر کار کنند. جذب نیرو از کشورهای عربی به یک اولویت راهبردی بلند مدت تبدیل شد. اما تزومت باید فکر دیگری برای کوتاه مدت می‌کرد. مئیر آمیت آوریل 1964 رافی ایتان را به پاریس فرستاد. پاریس مرکز فرماندهی اطلاعات اسرائیل برای اجرای عملیات‌های تزومت در کل قاره اروپا بود. تا این زمان تمام تلاش‌های تزومت برای جذب دانشمندان برنامه موشکی مصر بی‌نتیجه مانده بود. اغلب این شکست‌ها به دلیل اعمال الزامات و احتیاطات سفت و سخت از سوی والنتین بود. معضل او روز به روز بیشتر می‌شد. تعامل با والنتین می‌توانست به شکار یک ماهی خیلی بزرگتر منجر شود. ابراهام آهیتو، هماهنگ کننده تزومت در بن آلمان، یک ایده داشت که آن را می 1964 به رافی ایتان در پاریس ارائه کرد. او شخصیتی خاکستری را شناسایی کرده بود که به رژیم عبدالناصر تسلیحات و اطلاعات می‌فروخت و با دانشمندان آلمانی نزدیک بود. آهیتو گفت تنها یک مشکل کوچک وجود دارد. اسم این مرد اوتو اسکورزنی است که یکی از افسران بلندپایه ورماخت، فرمانده عملیات‌های ویژه هیتلر و از اشخاص مورد علاقه او بوده است. رافی ایتان با تعجب و کنایه پرسید: آن وقت تو می‌خواهی این اوتو را جذب کنی؟ خیلی عجیب است. آهیتو در ادامه گفت: البته یک مورد کوچک دیگر هم هست. او یک نازی متعهد و از اعضای SS هم بوده است. آهیتو به ایتان گفت سال 1960 هارئیل به عمل واحد مسئول جستجو و شکار نازی‌ها دستور داد هر چقدر ممکن است درباره اسکورزنی اطلاعات جمع‌آوری کنند. هدف از این کار محاکمه یا قتل او بود. مطابق مندرجات پرونده اسکورزنی، او در سن 22 سالگی یکی از اعضای پرشور حزب نازی اتریش بوده. سال 1935 به عضویت یکی از واحدهای سری SS در اتریش درآمده و در آنشلوس و شب بلورین شرکت داشته است. او به سرعت در وافن SS ارتقای درجه پیدا کرد و به فرماندهی واحدهای عملیاتی ویژه SS رسید. اسکورزنی از طریق عملیات پاراشوت وارد ایران شد و به عشایر و قبایل محلی یاد داد که خطوط انتقال نفت به نیروهای متفقین را منفجر کنند. همچنین نقشه قتل 3 شخص بزرگ یعنی چرچیل، استالین و روزولت را کشیده بود. او طرح روبودن قتل ژنرال آیزنهاور را هم کشیده بود. به همین دلیل آیزنهاور مجبور شد کریسمس 1944 را در حلقه شدید محافظان سپری کند. از همه معروفتر اینکه اسکورزنی از سوی هیتلر برای فرماندهی عملیات بلوط انتخاب شد. عملیاتی که برای نجات بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا و متحد هیتلر از سوی چتربازان آلمانی با موفقیت انجام شد. آنها موفق شدند موسولینی را که از سوی دولت ایتالیا در خانه‌ای در کوههای آلپ زندانی شده بود نجات دهند. اطلاعات نیروهای متفقین اسکورزنی را خطرناکترین مرد اروپا نامیدند. البته او برای جنایات جنگی مجرم شناخته نشد. اسکورزنی پس از دستگیری مجدد به اتهامات دیگر در یک محکمه قضایی از همه اتهامات تبرئه و سپس با کمک دوستان سابق خود در SS فراری داده شد. او به اسپانیای تحت حکومت ژنرال فرانکو پناهنده شد. اسکورزنی آنجا روابط اقتصادی پرسودی با رژیم‌های فاشیست سراسر دنیا و همچنین دانشمندان آلمانی در مصر برقرار کرد.
آشنایی اسکورزنی با دانشمندان آلمانی در مصر و این واقعیت که او افسر ارشد هرمان والنتین در زمان جنگ بوده برای متقاعد کردن رافی ایتان کافی بود که باید اسکورزنی را علیرغم سابقه نازی بودنش جذب کنند. رافی ایتان از بازماندگان هولوکاست نبود و طبق عادتش نحوه برخورد او با این قضیه بدون دخالت احساسات شخصی بود. او عقیده داشت اگر اسکورزنی و جذب او به اسرائیل کمک می‌کند، بخشیدن او ارزش دارد. او به همکارانش گفت ما می‌توانیم در عوض به او چیزی پیشنهاد کنیم که هیچ کس دیگری توان آن را نداشته باشد، یعنی زندگی بدون ترس. موساد توانست از طریق واسطه با کنتس فون فینگنشتاین همسر اسکورزنی ارتباط برقرار کند. او نقشه ورودی موساد را ایفا کرد. پرونده موساد درباره کنتس میگوید او از یک خانواده اشرافی و خواهرزاده یالمارشخت وزیر اقتصاد اسبق آلمان پیش از جنگ جهانی است. او زنی 45 ساله نسبتاً جذاب و پر انرژی است. رافائل مدان عامل آلمانی تبار موساد که برای این مأموریت گمارده شده بود میگوید او در همه چیز مشارکت داشت. عناوین اشرافیت را میفروخت، با اطلاعات واتیکان مرتبط بود، حتی معامله اسلحه هم میکرد. او و شوهرش افکار لیبرال داشتند. مدان میگوید آنها فرزندی نداشتند و ازدواج اشتراکی یا ازدواج باز کرده بودند. ایلزه همیشه فوق‌العاده زیبا و جذاب به نظر می رسید. او هر 2 سال یک بار تحت عمل و درمان هورمونی در سوئیس قرار می گرفت تا جوانی و شادابی خود را حفظ کند. طبق گزارش موساد، مدان به خاطر چهره اروپایی جذاب و توانایی تاثیرگذاری بر زنان معروف بود. اواخر جولای 1964 قرار ملاقاتی بین ایلزه و مدان در دوبلین ایرلند تنظیم شد. در این ملاقات مدان خود را کارمند وزارت دفاع اسرائیل معرفی کرد و گفت به دنبال تأسیس یک دفتر گردشگری بین‌المللی است. او گفت علاقه‌مند است در پروژه توسعه باهاما که کنتس هم در آن مشارکت داشت سهیم باشد. کنتس از مدان خوشش آمد و رابطه آنها گرمتر شد. وقتی صحبت‌های کاری و تجاری آنها تمام شد، او مدان را به یک مهمانی در عمارتش دعوت کرد. این آغاز سلسله ملاقات‌هایی بود که شامل برخی از داغ‌ترین ملاقات‌ها و کلوب‌های شبانه در سراسر اروپا بود. مطابق برخی شایعات در موساد که سالها مطرح بود و به نوعی تلویحاً در گزارش‌ها هم به آن اشاره شده بود، مدان خودش را فدای کشورش کرد و با عشق بازی با کنتس و در نهایت برقراری رابطه جنسی با او نهایت استفاده را از فرصت پیش آمد از ازدواج باز و اشتراکی زوج آلمانی کرد. مدان در این رابطه میگوید مسائلی وجود دارد که مردان با شخصیت و نجیب درباره آنها صحبت نمی‌کنند. او با لبخند ملاقات و روابط با کنتس را خوب و رضایت بخش توصیف کرد. مدان شب 7 سپتامبر در مادرید به کنتس گفت که یکی از دوستانش از وزارت دفاع اسرائیل می‌خواهد درباره یک مسئله خیلی مهم با شوهرش ملاقات کند. او اکنون در اروپا و منتظر پاسخ بود. متقاعد کردن کنتس فینگنشتاین به همکاری کار سختی نبود. 4 سال پیش اسرائیل آدولف آیشمن را پیدا کرد، روبود و بعد هم محاکمه و اعدامش کرد. نیروهای قدرتمندی در جهان یهود وجود داشتند مانند سیمون وایزنتال که در عملیات‌های بین‌المللی برای پیدا کردن و محاکمه نازی‌هایی مثل اسکورزنی مشارکت داشت. بنابراین مدان می‌توانست به کنتس و در واقع شوهرش زندگی بدون ترس را پیشنهاد دهد. صبح که مدان و کنتس هنوز از الکل و دود مهمانی شب گذشته مست بودند، کنتس با خوشحالی به مدان گفت احتمالاً امشب شوهرش آماده ملاقات با دوستش است. مدان آهیتو را به مادرید دعوت و آن شب یک قرار ملاقات در لابی هتلی تنظیم کرد. اول کنتس با سر و وضعی بسیار جذاب آمد. 15 دقیقه بعد کلونل اسکورزنی هم رسید. مدان آنها را به آهیتو معرفی کرد. سپس مدان کنتس را برای یک گفتگوی کاری کنار کشید و آهیتو و اسکورزنی را تنها گذاشتند.
گزارش نهایی و داخلی موساد درباره این پرونده اگرچه به قلمی خشک و حرفه‌ای نوشته شده بود، اما می‌توانست فشار روحی این ملاقات را نادیده بگیرد. گزافه‌گویی درباره بیمیلی عاطفی آهیتو برای انجام این عملیات دشوار است. آبراهام از یک خانواده به شدت مذهبی و مقید یهودی بود. یک آلمانی بومی که در مدرسه مذهبی یهودیان درس خوانده بود. برای او ملاقات با یک هیولای نازی یک تجربه شوک‌آور عاطفی و فراتر از الزامات کاری بود. در گزارشی مفصل که آهیتو در 14 سپتامبر 1964 ارائه داد، گفتگوهای خود را با اسکورزنی این گونه توصیف می‌کند. اسکورزنی یک هیولا بود، مردی غول‌پیکر. کاملا مشخص بود که از قدرت بدنی بالایی برخوردار است. روی گونه چپ او علامت زخمی بود که تا نزدیکی‌های گوشش کشیده شده بود و در عکس‌هایش هم مشخص بود. گوش چپش تقریبا ناشنوا بود و از من خواست سمت راست او بنشینم. او مردی شیک و خوشبوش بود. در 2 مقطع هنگام ملاقات با او شوکه شدم. اسکورزنی داشت در دفترچه تلفن خود دنبال شماره‌ای میگشت تا به من بدهد. ناگهان یک عینک تک چشمی از جیبش درآورد و روی چشم راستش گذاشت. با آن عینک هیکل درشت، زخم روی صورت و نگاه خیره‌اش به یک نازی کاملا شبیه شده بود. مقطع دوم زمانی بود که پس از ملاقات مشغول خوردن شام در رستورانی نزدیک دفتر کار او بودیم. ناگهان فردی به سمت ما آمد. محکم پاهایش را جفت کرد و به آلمانی به او خوش آمد گفت. اسکورزنی به من گفت او صاحب رستوران و یکی از نازی‌های رده بالا بوده است. من هیچ تصوری از افکار عقاید واقعی او نداشتم. حتی همسرش هم سعی نمی‌کرد او را تطهیر کند. او فقط تأکید داشت همسرش هیچ نقشی در هولوکاست نداشته است. عمده صحبت‌های ما در اولین ملاقات حول محور مسائل سیاسی، جنگ جهانی دوم و هولوکاست، روابط غرب با شرق و وضعیت خاورمیانه بود. آهیتو بحث با اسکورزنی را به کشتار واقعی شب بلورین کشاند. او لیست بلندی از افرادی را که در این واقعه نقش داشتند از جیبش بیرون آورد و به اسکورزنی نشان داد. اسکورزنی با آن پرونده کاملا آشنا بود. پرونده‌ای که در بنیاد ید وشم نگهداری می‌شد، چون به خاطر آن متهم و دادگاهی شده بود، دادگاهی که بعداً موفق شده بود از آن فرار کند. اسکورزنی به علامت ضربه‌دری که کنار نامش بود اشاره کرد و گفت این ثابت می‌کند که من در این واقعه نقشی نداشتم. اما وایزنتال، شکارچی نازی‌ها، این ضربه‌در را کاملاً برعکس تفسیر می‌کرد. اسکورزنی از اینکه وایزنتال دنبال اوست گله کرد و گفت چند بار در وضعیتی گرفتار شده بود که زندگی خود را در خطر دیده است. آهیتو تصمیم گرفت مسئله را کش ندهد و پیش از این درباره این قضیه با اسکورزنی بحث نکند. در یک مقطع مشخص اسکورزنی از صحبت درباره جنگ خسته شد. او حرفای مرا قطع کرد و پرسید کارم چیست؟ واضح بود که جایی برای قایم موشک وجود ندارد. به او گفتم در سرویس اطلاعات اسرائیل هستم. اسکورزنی گفت از اینکه او را پیدا کردیم تعجب نکرده است. او سالها با کشورهای مختلفی رابطه داشته و هنوز هم با برخی از آنها رابطه فوق‌العاده‌ای دارد. همچنین برای تبادل نظر با ما کاملا آماده بود. تبادل دیدگاه‌ها و نظرات روش ظریف اسکورزنی برای اعلام موافقت مبنی بر همکاری کامل و جامع با اسرائیل بود. او در ازای این کمک و همکاری درخواست‌هایی داشت. یک پاسپورت معتبر اتریشی با نام واقعی خودش، یک قرار رسمی دادگاه مبنی بر مسئولیت دائم از پیگرد قضایی با امضای نخست وزیر اشکول، حذف فوری نامش از لیست نازی‌های تحت تعقیب وایزنتال و همینطور مقداری پول خواست. شروط اسکورزنی برای همکاری موجب ایجاد منازعات شدید در موساد شد. آهیتو و ایتان تقابلی بین محدودیت عملیاتی و یک پیش شرط برای موفقیت عملیات مشاهده کردند. سایر مقامات ارشد موساد می‌گفتند خواسته های اسکورزنی تلاش یک جنایتکار نازی برای تطهیر نام خودش است و خواستار نگاهی نو و تحقیقاتی جدید درباره گذشته‌اش شدند. این تحقیقات جدید جزئیات بیشتری از نقش او را در واقعه شب بلورین فاش کرد. او سردسته یکی از گروه‌های اوباشی بود که آن شب کنیسه‌های وین را آتش زدند و تا همین اواخر از طرفداران فعال سازمان‌های نئونازی بودند.
معیر آمید که مانند همیشه واقع‌گرا بود، تصور می‌کرد حق با ایتان و آهیتوست، اما نیازمند حمایت و تشویق نخست وزیر بود. اشکول به صحبت‌های آمید گوش کرد و با چند نفر از اعضای بلند مرتبه موساد که برخلاف آمید، ایتان و آهیتو از بازماندگان هولوکاست بودند مشورت کرد و اعتراضهای شدید آنها را شنید. با این اوصاف در نهایت قبول کرد به اسکورزنی پول، پاسپورت و مصونیت بدهد. نخست وزیر هم با خواسته های اسکورزنی درباره وایزنتال موافقت کرد. اما این موافقت تصمیم او یا موساد نبود. وایزنتال مردی خودرأی و کله شق بود و اگرچه روابط نزدیکی با دولت اسرائیل و حتی موساد که از برخی اقدامات او حمایت مالی می‌کرد داشت، اما یک شهروند اسرائیلی نبود و خارج از وین و حوزه قضایی اسرائیل کار می‌کرد. اکتبر 1964 رافی مدان با وایزنتال ملاقات کرد تا بدون پرداخت زیاد به جزئیات به او بگوید چرا نام اسکورزنی از لیست سیاه جنایتکاران نازی باید حذف شود. مدان میگوید در کمال ناباوری وایزنتال گفت: آقای مدان، هیچ راهی وجود ندارد. این یک نازی و جنایتکار جنگی است و ما هرگز نام او را از لیست خود حذف نمی‌کنیم. او بدون توجه به حرفای من خیلی ساده درخواست من را قاطعانه رد کرد. وقتی به اسکورزنی گفته شد در لیست وایزنتال باقی خواهد ماند، ناامید شد، اما بالاخره معامله را پذیرفت. بنابراین یک مسئله باور نکردنی به حقیقت پیوست. فرد مورد علاقه هیتلر یک جنایتکار جنگی نازی بود که در سراسر دنیا دنبال او بودند. حالا کسی که کنیسه‌های یهودیان را آتش زده بود و در عملیات‌های SS شرکت داشت، به عامل کلیدی در مهمترین عملیات موساد در آن زمان تبدیل شد. اولین گام اسکورزنی فرستادن پیغامی به دوستان دانشمند خود در مصر بود. در این پیغام او به دوستانش گفت در حال احیای مجدد شبکه‌ای از نیروهای قدیمی SS و ویرماخت برای ساختن آلمانی جدید یا به عبارت دیگر تأسیس حکومت رایش چهارم است. برای فراهم کردن زمینه به دوستانش گفت که سازمانش باید مخفیانه به جمع‌آوری اطلاعات بپردازد. بنابراین برای این کار به دانشمندان آلمانی که برای عبدالناصر کار می‌کنند نیاز داریم تا طبق سوگند آنها در ویرماخت برای سازمان خیالی اسکورزنی اطلاعات دقیقی درباره برنامه موشکی مصر فراهم کنند تا مورد استفاده نیروهای نظامی آلمان جدید قرار بگیرد. همزمان با این قضیه آهیتو و اسکورزنی نقشه‌ای کشیدند تا با آن بتوانند اطلاعاتی از هرمان والنتین، افسر امنیتی، به دست آورند، کسی که همه چیز را درباره پروژه موشکی می‌دانست. برخلاف جذب اسکورزنی با تجربه و حرفه‌ای که می‌دانست در حال معامله با موساد است و آهیتو هم که هرگز به دنبال فریب وی نبود، آنها تصمیم گرفتند از یک حیله علیه والنتین استفاده کنند. اسکورزنی نقش خودش را به خوبی بازی کرد. او هرمان والنتین را به مادرید فراخواند و گفت میزبان یک دوره همی ویژه است که در آن همه زیردستانش از دوره جنگ مقدس را جمع کرده است. اسکورزنی از والنتین در یک هتل مجلل با هزینه موساد استقبال و نقشه ساختگیش برای احیای حکومت رایش را به او ارائه کرد. سپس به او گفت این مسئله تنها دلیل دعوت او به مادرید نبوده و از او خواست با یک دوست نزدیک که از افسران اطلاعاتی MI6 است ملاقات کند. او گفت انگلیسی‌ها علاقه‌مندند بدانند در مصر چه می‌گذرد و از والنتین خواست که به دوستش در این زمینه کمک کند. والنتین مشکوک شد و پرسید تو مطمئنی پای اسرائیلی‌ها در میان نیست؟ اسکورزنی با عصبانیت پاسخ داد وقتی با تو صحبت می‌کنم خبردار بایست و عذرخواهی کن. چطور جرأت می‌کنی چنین چیزی را به افسر موافقت بگویی؟ والنتین خیلی سریع عذرخواهی کرد اما متقاعد نشده بود و در واقع کاملا حق با او بود. دوست اسکورزنی انگلیسی نبود بلکه یک افسر استرالیایی تبار موساد به نام هری باراک بود. والنتین ملاقات با او را پذیرفت اما همکاری با او را نه. ملاقات بین آن دو نفر به جایی نرسید. اسکورزنی کاردان خیلی زود یک راه حل به ذهنش رسید. در ملاقات بعدی با والنتین به او گفت دوست وی از MI6 به او یادآوری کرده تلگرافی که از اسکورزنی اواخر جنگ فرستاده و در آن به ستاد فرماندهی اطلاع داده که به والنتین ارتقای درجه داده به دست ستاد فرماندهی یا والنتین نرسیده است.
چشمان والنتین درخشید. گرچه این ارتقاء درجه تنها حالتی نمادین داشت، اما برای او خیلی ارزشمند بود. او راست ایستاد و سلام معروف هیتلری داد و از اسکورزنی بسیار تشکر کرد. اسکورزنی به والنتین گفت حاضر است به او سندی مکتوب بدهد که درجه او ارتقا پیدا کرده است. اسکورزنی از دوست جدید خود از MI6 بابت اطلاعاتی که به او داده تشکر و قبول کرد تا جایی که میتواند به او کمک کند. در ادامه اسکورزنی سایر افسران پیشین ورماخت را که در برنامه موشکی مصر مشارکت داشتند به مادرید دعوت کرد. آنها در مهمانی‌های پرهزینه اسکورزنی در خانه‌اش شرکت می‌کردند، جایی که محل تجمع کهنه‌کاران نیروهای ویژه وافن SS بود. مهمانان او تا پاسی از شب می‌خوردند و می‌نوشیدند و هرگز فکرش را نمی‌کردند که دولت اسرائیل خرج غذا و نوشیدنی آنها را می‌دهد و پنهانی مکالمه‌های آنها را ضبط می‌کنند. اطلاعات تهیه شده به واسطه اسکورزنی، والنتین و سایر دانشمندانی که به مادرید آمده بودند، بیشتر مشکلات و ابهامات اطلاعاتی موساد درباره پروژه موشکی مصر را برطرف کرد. دقیقاً مشخص شد چه کسانی مستقیما در پروژه مشارکت دارند و وضعیت فعلی هر قسمت از پروژه چگونه است. به کمک اطلاعات فراوان به دست آمده از این عملیات، میرآمید توانست با استفاده از چند روش همزمان پروژه موشکی مصر را از درون نابود کند. یکی از این روش‌ها ارسال نامه‌های تهدیدآمیز به بسیاری از دانشمندان آلمانی بود. متن نامه‌ها بسیار هوشمندانه و مبتنی بر اطلاعات سطح بالای تهیه شده از سوی والنتین و شامل اطلاعات خصوصی دریافت کنندگان نامه‌ها بود. یادت باشد حتی اگر قرار نیست جنایت‌های دولت آلمان را در گذشته شماتت کنی، نمی‌توانی مسئولیت اقدامات امروز خود را انکار کنی. بهتر است به خاطر آینده خود و خانواده‌ات متن این نامه را خیلی جدی بگیری. امضا گیدئونز. در همین زمان موساد به لطف اطلاعات جدید از منابع خود و عمدتاً والنتین توانست نقشه محرمانه مصری‌ها برای استخدام تعداد زیادی از کارکنان کارخانه هواپیمایی و موشکی هلیج در فرایبورگ آلمان را که در شرف اخراج بودند شناسایی کند. آمید تصمیم گرفت از این فرصت استفاده کند و مانع ورود آنها به مصر شود. صبح 9 دسامبر شیمون پرز وزیر دفاع و رافائل مدان با یک کیف رمزدار شامل تعدادی سند به زبان انگلیسی که موساد بر اساس اطلاعات اسکورزنی و والنتین و دانشمندانی که به مادرید آمده بودند تهیه کرده بود، به دیدار یکی از سران ارشد آلمان غربی یعنی فرانتس یوزف اشتراوس وزیر دفاع سابق آلمان رفتند. پرز و اشتراوس از معماران توافق استرداد مالی بین آلمان غربی و اسرائیل بودند. اشتراوس برای خوشامدگویی به دو اسرائیلی از صندلی خود برخاست و پرز را به گرمی در آغوش کشید. پرز گفت ما 6 ساعت نشست داشتیم. خدای من، آن مرد چقدر میتوانست بنوشد؟ مشروبات و آبجوهای مختلف از سراسر دنیا. ما 6 ساعت مشغول نوشیدن بودیم. اطلاعاتی که پرز به اشتراوس داد با جزئیات بسیار بررسی شده و متقن بود، به حدی که تا پیش از این چنین اطلاعاتی به آلمانی‌ها ارائه نشده بود. پرز به اشتراوس که می‌دانست درز این اطلاعات به رسانه‌های جهانی چه مفهومی خواهد داشت گفت باور کردنی نیست که دانشمندان آلمانی این چنین به بدترین دشمن ما کمک کنند و شما این گونه بدون هیچ واکنشی کنار بایستید. اشتراوس به اسناد نگاه و قبول کرد که مداخله کند. او لودویگ بولکوف شخصیتی قدرتمند در صنعت هوایی آلمان را فراخواند و از او کمک خواست. لودویگ نمایندگان خود را به فرایبورگ فرستاد و به دانشمندان و مهندسان شرکت هلیج پیشنهاد کار با شرایط خوب در کارخانه اش را داد، مشروط بر اینکه قول دهند به مصری‌ها کمک نکنند. این نقشه جواب داد و بیشتر آنها هرگز به مصر که برنامه موشکی به شدت نیازمند کمک آنها به ویژه برای سیستم هدایت موشک‌ها بود نرفتند، مشکلی که پروژه مصری‌ها را زمینگیر کرد. ضربه آخر زمانی بود که نمایندگان بولکوف به مصر رفتند تا دانشمندان مشغول کار در پروژه را متقاعد کنند به وطن خود یعنی آلمان بازگردند. آنها یکی یکی پروژه را ترک کردند و تا جولای 1965 حتی پیلز هم به آلمان برگشت و مسئول یکی از بخش‌های کارخانه هواپیمایی‌سازی بولکوف شد.
مسئله دانشمندان آلمانی اولین باری بود که موساد برای مقابله با یک تهدید خارجی همه توان و نیروی خود را بسیج کرد و اسرائیل غیر نظامیانی را از کشورهایی که با آنها روابط دیپلماتیک داشت هدف قرار داد. با توجه به خطرهای جدیدی که پیش آمده بود، سال 1982 گزارشی فوق سری و داخلی در موساد نوشته شد که به تحلیل این مسئله پرداخت. امکان حل و فصل این معضل با استفاده از روش‌های نرم، یعنی پیشنهاد پول از طرف دولت آلمان به دانشمندان بدون ناپدید شدن گروگ یا بمبی که باعث نقص عضو هانلورونده شد یا سایر نامه‌های انفجاری و اقدامات تهدیدآمیز ممکن نبود. نتیجه گیری گزارش این بود که دانشمندان آلمانی بدون تهدید و اعمال خشونت علیه آنها تمایلی به دریافت پول و رها کردن پروژه نداشتند.